وقتی فایل های صوتی به صورت مخفی ضبط میشه و به شکل گزینشی هم منتشر میشه، گاهی وقتها اون چیزی نیست که افراد میخوان. من میخواستم نظر خودتون رو بدونم در مورد منتشر شدن این فایل صوتی. این فایل صوتی مربوط به نشستی است در اون حزبی و من برای بعضی از کادرهای حزبمون داشتم صحبت میکردم چجور به بیرون درس کرده و دست جمهوری اسلامی رسیده. چیزی است که مورد تحقیق ماست، هنوز مسلم نیست برامون، ولی این مسلمه که از طرف جمهوری اسلامی و عواملش پخش شده. همه میتونن چه با جمع دوستان نزدیکشون چه با حزبشون، اونایی که حزب دارن، در مسائل در نشست‌های درونی خیلی صریح‌تر و روشن‌تر صحبت میکنن و بنابراین ممکنه اظهار نظرهای اینطوری شده باشه. ما بخشی از اون رو پخش کردیم. گفته میشه که به ادبیات ناسیونالیسم ایرانی بیانیه اون جمع نوشته نشده بود. از ملت ایران حرفی به میون نیامده بود، از پرچم سرنگ ایران حرفی به میون نیامده بود، از ماهیت زبان فارسی در اون چیزی گفته نشده بود. اینا باعث شده یه سری انتقادهای مطرح بشه که گویا نشانه ای از جدایی طلبی است. پاسخ شما چیه؟ تعریف جدیدی باید از ایرانی به ما به دست بدیم که تکثر و تنوع رو در خودش نمایندگی بکنه. اگر این ملت ایران فردا هویت‌های مختلف زبانی، فرهنگی، اتنیکی رو از جمله کردها رو در بر بگیره، البته مورد قبول قرار میگیره. خود همین امروز تو همین لندنی که شما هستید اختلاف است بین پرچم‌های مختلف. اینطور نیست کاملا اجماع باشه روش، ولی تأکید یک جانبه بر اینها به جای روح دموکراسی، به جای روح تکثر و تنوع که پیام اصلی انقلاب زن زندگی و آزادی است، این چیزی است که مورد نظر من بوده.